باش چه قشنگه این دقیقاً صحنه‌ایه که یه لحظه باش فیلم شد به نظر من بی‌نظیر مخصوصا دوبلش کجای دوبلش کردی؟ آهای زادا من هنوز زنده این داشت که اصلا این فهمی با تک کلامش خدشی این صحنه بود که دقیقاً آزاد شده از زندانی آزاد شدم من فرار کرده در واقع خوشحال آزادی رو داره با این خوشحالم آزاده خب مثل همیشه خیلی ممنونم آقای دیس خواهش می‌کنم بفرمایید نظرتون رو در مورد همچین سکانس ماندگاری در سینمای جهان. آقا ببخش من این سوال من پدرتو کشتم به من چیزی نگفتن خیر در حدش نیست دیگه شد بفهم خوشحال سلام فرافره مثلا ما بی احترامی کردن ایشون حسابش میرسم بله چی بگیم دیگه همه از این فیلم پاپیلون اگه اشتباه نکنم ویروس حالا مال نیست آفیو همین چه فاخره اسم مهم نیست مهم معنای فیلم ببین جمونم نداشت مورد دریا شما نکن وان جذاب نه فیلم بعدی برام تحقیق ما بخشید من دیگه اصلا حرفی ندارم وقت زیاد آوردش من مورد دریا بارشون کردم این زیبارتای بصری که شما گوش اشاره کنید واقعا ما مخلصیم عمیق و قابل فکره خیلی متشکرم او این همون سکانس قبل اینکه بیفته بگه آه یارم میشه ببینیم میافتی تو آب اینجا هست جنید چوبی هستا رفیقشه آها ببین رفاقت سنم ولی پیرش تنزنی خونه مثل شما آقا مرامی مثل شما از روی مرانه استوای شما آقا بانسا دیگه رفاقت ببین قد مزهای زیبایی بیشتر شما فقط ببین اینجا که پرت بکنه میره تو مثل محمد حسین با هم داداش ما مخص شما کوی الان گوشش پاره میشه چیه خب و یه مخف شما چون این سکانس رو هم دیده بودین و به علت زیغ وقت گفتم که حتما زیغ وقت خیلی زیاد بسم من معنی کنی زیر وقتن چی یعنی کم شما خودتون دایره از معارفی هستید من دیگه میشه بزنی قدی ایشون علاقه نمیخواد تعریف کنی یعنی شما خواهید بگید این فیلم ارزش بیدن نداره یعنی نه میخوام دو آره کارشناس ارزش گوش کردن استعداد رو نداره با شما بودم من ایشون رو به شما میسپارم به نظرم به بعدی آخه چرا شما هنری ندید یا تفاهم بعدی شما که اصلا بازیگر نمیدونستی آنتونی مک‌کی الان میگی بله بریم بعد تو که سرچ میکنی شما اینا رو بفهم گویا سرچشون خراب شد فرستان ناید چیز رو بدی ژوله اول جوله خود ژوله است اصلا چقدر زیبا رو میرن تی ژوله نیست بله خب آقای بیستی خواهش من نظرتون در مورد این سکانس بفرمایید شاه ما نه این شما زیاد قاطی می‌کنید شما بفرمایید بفرمایید با مکرس من سیرابدر این فیلم رو خیلی دوست داشتم دیگه چوری خشخش پا رفتم خیلی جذاب الان این همه چیز داشت صدا برداری در برخص وزید چیز مهمیه توی شما با چه چیزایی فیلم حال کرد کنید بازی راه رفتن گریه کردن امیر مهدی ژوله بودن امیر مهدی ژوله بودن یه اونها محسوب میشه کاملا از نظر ایشون نداره
ببینی همین چی تونسته خودش رو شبیه یکی از هنرمندای ایرانی کنه. ضعیفی برای فکر کنم 2008 اینا باشه موقع جولیتون دیده رو بورس بر به هر حال این فیلم جنگ جهانی آتشخالا رو دیدی پشت سرش؟ آتشخالا 2 خط آتشخالا بغلش. به نظر من مهمترین خونه که اون سکانسی با هم دیدیم سرش بر آفرین دقیقاً اصلا هم چیزی نبود به نظر من طبیعی صحنه‌اش بود اون سکانسی که آتشخالا. وارد اون در واقع مکان اصلا اینا رو ما تو کشور خودمون هم میتونیم وارد اون مکان میشه که چند تا کودک هستن و جنازه چند تا کودک واقعا مثل یک قاب نقاشی میمونه تو کشور خودمون راحت میتونیم این کارا رو بکنیم. چند تا بچه‌ها بکشید شما 1 2 تا هست. شبیه خواب نقاشیه و واقعا اون در واقع ترکیب رنگا به نظرم بسیار درست و بجا ادا شده. قشنگ آتشخالاش خیلی خوب. آتشخالا مستعار خب دوستان اگر اجازه بدید بریم برای سکانس این فیلم عجیبی من تا حالا ندیدم. قبلا رو دیده بودی؟ دیگه توش. ببینید همه جو سیاسفید این قرمزه. یادداشت کنم این مدکست ما خیلی زیبا بود. مثلا اون نوره رو دارم یادداشت کنم خیلی مدکست. خب این سکانس واقعا به نظرم یک نکته عجیبی که داشت قرمز بود از اون نمایی که نه تا به نظرم اون نکته رو فقط انسان‌های معمولی مخاطبای عام میتونن بهش کاملا طبیعی سکانسی که در واقع نمایی که از بالا گرفته بود به هماهنگی تصویر و موسیقی به نظرم خیلی جالب بود جوری که موسیقی یک حس رو به ما القا می‌کرد که گویا این انسان‌ها از سر سرخوشی دارن به این ور اون ور بیاد در واقع دارن دهنشون سرویس شما دقت نکردی اونجایی که چمدان نمیداخت وان جذاب بودن جان لباس بچه نه اصلا تنها نکتهش همون بود. نه از اون در پی این همه بدبختی سیاه و سفید یک رنگ میاد بیرون از بین جمعیتی که دارن کشته میشن به اسارت گرفته میشن رد میشه. حالا من اینو یادم افتاد در ادامه این بنده خدا میره قایم میشه. چرا میره مرگ میشه؟ چون دارن میکشن با نه باهوش دارن میکشن چون پدر مادر نه با چه ادبیات واقعا خب اگر اجازه بدید بریم برای اینو بله خب من یه خود داشت خوشم بسیار نکته بله این نکته شما اشاره نکرد خب بله خیلی ممنونم از عوامل برنامه که ما 2 تا کارشناس داریم که شما میتونید کمبودهای کارشناس اول رو برطرف کنید بله شما موشه شخص بری؟ باشی